مسئله ای 478 مسکوکینه صنفی 7 صفحه 57 78 478 Москвкина. Нигокинака, тело брошено вертикально вверх со скоростью 25 метров в секунду. На какой высоте его кинетическая энергия будет в 2 раза меньше потенциальной? Нигокинака. Мега ки جسم با سرعت ابتدایی 25 متر تقسیم ثانیه پرتافتن. هم خیل انم خیل با سرعت ابتدایی 25 متر تقسیم ثانیه پرتافتن. در کدام بلندی انرژی پتانسیلیش انرژی کینتیکیش 2 مرتبه از انرژی پتانسیلیش خورده. یعنی در کدام بلندی انرژی کینتیکی نظر به انرژی پتانسیلی 2 مرتبه خورده. فرض کردیم که ما یگام نقطه را انتخاب میکنیم. یگام نقطه را انتخاب میکنیم. در این نقطه ما میگیم که انرژی چی پتانسیلیش برابر با 2 تا انرژی کینتیکیش. برای که میگه که اون بلندی را بیاورین که در همون بلندی انرژی چی کینتیکیش 2 مرتبه خورد باشه. انا اینجا ما میگیم که یگام اش فهمو. یا البته اش ماکسیمالی نیسته، مینیمالی هم نیسته، زیادترین کمترین ممکن مبین هم نباشه. برای اون مینویسیم قانون بقای انرژی در این نقطه 0 در نقطه 0 انرژی پورای سیستم برابر بود با انرژی پتانسیلیش جمع انرژی کینتیکی ها. در این نقطه هم موافق قانون بقای انرژی البته این انرژی در نقطه در این نقطه را نقطه 0 بلندیش 0 اینه که نقطه 1 میگیم. این جره نقطه 2 انرژی در نقطه 2 برابر میشه انرژی پتانسیلی جمع کینتیکی. از بس که نگاه کن از بس که ما در بلندی در کره است نه ما در اینجا باید چی را وارد کنیم؟ ما باید پتانسیلی را وارد کنیم، انرژی پتانسیلی را وارد کنیم. فهمیدین نه؟ برای اون می‌نویسیم که انرژی 2 برابر انرژی پتانسیلی در انموجا جمع انرژی کینتیکی در انموجا. انرژی کینتیکی در انموجا خودی مثلا میگه که 2 مرتبه انرژی پتانسیلی در خورده. فهمو؟ کی نفهمی؟ آقا ما اوش را کار نداریم، ما هم نقطه را انتخاب میکنیم. فهمیده نه؟ تمام. انا که انرژی علم انرژی ها بیاین اول نیره چی میکنیم؟ جمع میکنیم. یک جمع نیم یک نیم. یک جمع یک تقسیم 2 میشه 1 نیم. زش انرژی 2 برابری 3 تقسیم 2 یا که مخرج عمومی هم تن میشه. انرژی پتانسیلی برابری 3 تقسیم 2 ام جی انمو اشکی ما باید پیدا کنیم. هم خیلی انا که می نویسیم موافق قانون بقای انرژی در همه نقطه ها باید برابر باشه. انرژی در نقطه یکم با نقطه دوم باید برابر باشه. پس در نقطه یکم انرژی همون هست ام و 0 کوادرات تقسیم 2. در نقطه دوم هست 3 تقسیم 2 ام جی اش. اینمی فرمولای اساسی که ما باید اینجا بلندی را بیاوریم. هم خیلی انا که رفتیم ماسا و ماسا اختصار میشوند. از اینجا پروستا تنها 2 بعد اختصار میشه. تنها اش هم میاوریم که در اینجا 3 جی پایان میره و اش برابری و 0 کوادرات در همون طرف میسته تقسیمی اینه اش قطعی 3 جی ضرب میشید اون طرف میرم پایان میرم 3 جی و 0 25 بدم. این تقریبا برابر میشه و اگر جی را 10 بگیریم خیلی تقریبا 21 متر 20 از 10 جواب خیلی نه 21 متر. فهمون؟ خیلی رفتیم با مسئله دیگر.